حدیث قدسی. 7 خصلت بنده عبادتگر. در حدیث معراج است. خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ای احمد، آیا میدانی که بنده کی بنده عبادتگر خواهد بود؟ گفت: نه ای پروردگار. خداوند متعال فرمود: هرگاه 7 خصلت در او فراهم آید: 1. تقوایی که او را از حریم‌های الهی باز بدارد. 2. سکوتی که او را از گفتار بیهوده نگه دارد. 3. ترسی که هر روز بر گریه او بیفزاید. 4. شرمی که در خلوت هم از من حیا کند. 5. خوردن به اندازه‌ای که چاره از آن نیست. 6. دنیا را دشمن بدارد، چون من آن را دشمن می دارم. نیکان را دوست بدارد، چون من دوست دار آنانم. بهارالانوار جلد 74 صفحه 30.